3 تا روش میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که بهتر از هوش مصنوعی برای یادگیری انگلیسی استفاده بکنیم. اولیش ترجمه کردن. چت جی پی تی دستیار ترجمه بسیار خوبیه. فقط اینکه ما باید بهش بگیم تو چه موقعیتی با چه لحنی و چه تونی این کارو برای ما انجام بده. اون موقع است که واقعا شگفت زده میشیم. مثلا شما میخواید به یکی بگید من نمیتونم تو جلسه شرکت کنم. حالا ما باید بهش بگیم آقا اینو ما میخوایم به دوستمون بگیم، به رئیسمون بگیم، به همکارمون که تازه یه روز شناختیمش بگیم. وقتی بهش این اطلاعاتون میدید ترجمه بهتری دریافت میکنی. میتونیم از این پرامپت هم استفاده بکنیم. How would I say نمیتونم بیام in English if I'm talking casually to a friend, to my boss, to my colleague. حالا بسته به نیازتون این بخش پایانیشو تغییر میدید. دومین کارمون چک کردن گرامر نوشته هامونه، اما با یک تفاوتی. ببینید ابزارهای موجود فقط میان به شما میگن که این نوشته شما غلطه یا درسته، اما توضیحی نمیدن چرا غلطه و چرا شما باید از این گرامر جایگزین استفاده بکنید. اینجاست که شما میتونید با این پرامپت همچین خروجی ازش بگیرید. Please correct the grammar and explain why the grammar is wrong. سومیش برای اینکه بهتر ساختار جملات رو یاد بگیرید، ببینید از چه زمانهایی داره استفاده میشه، کلمات به چه معنی هستن. شما یه متن رو بهش میدین و این پرامپت رو بهش میدید. Please break down the sentences, explain the role and meaning of each word along with the grammar structures used. و در پایان رول پلی کردن، اینکه تو موقعیت‌های مختلف اون مکالمه ها رو باهاش داشته باشید. کافی فقط از این پرامپت استفاده بکنید. Can we role play a situation in English؟ مثلا Can we role play a conversation in a cafe؟ انجام دادن یکی از این 4 کار موقعی که میخوایم از هوش مصنوعی برای یادگیری زبان استفاده کنیم واقعا میتونه زمان ما رو مدیریت کنه، هدفمندتر این کار رو انجام بدیم. بنابراین اگر که این پست برای یکی از دوستانتون هم میتونه مفید واقع بشه، ممنون میشم که باهاش به اشتراک بذارید.